اگر کسی لایکش پراسموتر بسیار بگیرد اینم خیلی 5 تا پدرکش میکنیم دستافکش قطع میبریم. تربوزا نگاه که چقدر کلونای تربوزا ببینید. اینا میگن اگه نسیم جون آدمی که اینا بخروق اینا تربوز خیر خربوزا خرید که وایما میکنین همینجا بیان 10 تا میخرین 20 تا میخرین ان شاء الله که نه اسمشون کدی جای بهترینه خدا برکت شما تا اینا اگه نسیم جون اکو هم مشتاگن گرفته برده چه های اینا بچهای وحدت اومدگیان اینا تربوزای بار کرده گیره انا نگاه کنین در یک دو چند دونه خربوزای یک تا دو تا سه تا چهار تا 5 تا. سلام درود بر شما. الحمدلله دیروز به ما خبر اومد که بارهای ما از اگیپت رسیدن یکم دست. الحمدلله وقتی که از مصر میبیاین انا همین گونه میبیاین ما میگیریم اپاکوفکا میکنیم برای شما پیشنهاد میکنیم سر میکنیم از انا همین ماست برای پیسی بهترین مزه برای استراخاندروز و روماتیسم مزه شترمرغ و همچنین این ایشا توصیه میتیم برای راههای نفس هوی کردن برای زکام برای گریپ بهترین اسپری میباشه و اون نفرهایی که اذیت میکشن از خورش دست اینایی بهترین مزه برای نرک‌های رو برای پریشه اینایی را توصیه میتیم اینجا بهترین مزه هسته. برای معلومات بیشتر شما میتوانید که در رقم‌های ما مراجعه کنید ان شاء الله دکتر برای شما عادی کردن میفهمونه. مغازه سیارتشاه در خدمت شما ای بندگان خدا مزهای ما از اگیپت و هر کجا. السلام علیکم مردم بننگ با ناموس تمام تاجیکستان خداوند نگهبان تو باشه. امروز حضور داریم در ناحیه فرخار. بسیار برادرها خواهش کردن که تربوزی از همه با مزه ترین در فرخار میشه و معلومات دادن. امروز یک پیش برادر اومدگیم که زیاده از 4 5 تا پلکای 4 5 گکتاره داره با نفرانی که آبتابی میگیرن از دل خواهی تاجیکستان و بعد دل خواهی تاجیکستان دستافک دارن. تربوزای خوب حاضر برای شما نوار پرال شما میتونید تربوز خربوزه تمام نموده تربوزا در اینجا یخ میشه. دوستان عزیز بهترین پلک فرخار اومدگیم در خدی طرفی بابا سفال که راهش برای ماشین اومدن مشکل نیست راه اسفالت قوله بار کردن حتی ماشین تا آخرون جای پلک میره بار کردن پرابلم نیست. فقط تربوزا خوبه اینا میرای پروداکشن گم بزنین باز ارزان میشه و یک تسر کردگی تو 1000 2000 تا برای شما پیشنهاد بکنیم. انا دوستان عزیز تربوزایی که امروز در پلک ما شده این سیوم چینکای ها یازنا سه دیوم چینکای علاقه تربوز پیش ما تا 35 40 کیلو را بود. امروز برای شما ایشون میتونید نگاه کنین برادران عزیز. اینا ببین تربوز به رحمش اینا ببین اینا ببین تربوز نگاه که چقدر کلونای خشروای الحمدلله یا تربوزای نمن همین مونند به درجه بسیار داره که اینا با میگذاریم در این پرینه تای پوشونده نگاه کنین تربوزا را ببینین حتی اینیاش نگاه کنید پختگی پیشبی ای سبز میتوه لک پختگی حاضر شما در گام میذاریم دوستان عزیز و برای شما توصیه میتن مسئولای انمی کار که تربوزا چه خیل دارن در کجا هست برای همین نوره تماشا کنین دستگیری فراموش نکنین. رفتیم بیارش عزیز اجاره پلاک فرخار میگن نگاه کنین حاضر نوری پرشم برای شما ایشون میتیم که تربوز یک سومون سر میشه عزیز نگاه کنید تربوز چه خیلی خوبه خیلی امسال تربوز نرخی نوست شده تربوز ببینید خریدار نیست. دوستان عزیز اینا نگاه کنید خربوزا را چیندیسن این یک روشه انشاءالله خربوزا را بی ماشاءالله بهتریناش الحمدلله. اینا میگن اگه نسیم جون دوستان عزیز تربوزی اینا ماشاءالله اینا یکتا ای ماشاءالله اینا دوتا یا ویچونم خیلی سوزنه چیه نه شیرینه یا اینا اکا عزیز میاد تربوز چینده سای بیا کو اکا جان السلام علیکم بیا کو تربوز هم بگیریم بیا پیرم ای انا نگاه کنین تربوز نگاه کنین. امروز مسئول کاری پلک برادر عزیزمون پلک اکای بهادر مردم سماچی و اکای نسیم جان اومدگیم که همه میشناسه تمام مردم فرخار زمین. بیا کو اکا عزیز من یک سوال جواب کنین. السلام علیکم خوبی اکا تنجی سلامتی خوبه نو نسبتون اکای بهادر جان امروز طول چند ماه در همین پلک سر کار کردین؟ 4
4 ماه یگون بار فروش دا بروردین تربوز بله چند کیلو پیش پیش تو 25 کیلو را 25 کیلو هم مردمی کجا اومدن خریداری کردن ای وحدت اومدگی این شهر ای همسون ها اینا دوستان عزیز نگاه کنید که پلک ما زیاده از چند هکتار دا کردگی میشه دا 4.5 هکتار برادرایی که حاضر بیان تو چند کیلو را گفتم میتونیم شابلون بتیم موزی هم پیش تو 20 کیلو را میوینیم دیم چی نکای تو 20 کیلو را میوینیم یعنی پیش تو 20 کیلو را گفتم میتونیم پس ای چند کیلو سر میشه شابلون هم 6 کیلو همین تربوزی که حاضر مرا دادن همین چند کیلو راست 9 کیلو میبره همین تو یگون 11 کیلو یعنی ایدا مایده ترک هم خودش 6 7 کیلو میشه ها همین تو حاضر در پلک یگون تربوزی داریم که کلامش دقت مردم جلب کردن چلی ای تربوز دروز نداریم این کدوم نمودی که بیا دو دارم 20 کیلو میبره خوب کنش انا اوه بچه دیدین برادران عزیز همین هم در شابلون داخل میشه و اگر که عین چی نگه باشه 6 کیلو بالا تو هم 30 کیلو را هم ماش داخله حاضر ای 6 کیلو بالا شابلون دا چند سم داده میتونیم 7 سم 8 سم میتونیم اگر که با بیان مثال بسیار بگیرن ارزون تر کم میتونیم این ای کانال رحیم پروداکشن گپ زنه خیلی 10 تا 20 تا توفا میتونه سکیتکا دارن ایو نمیشه وای خاطری ما میره یاسمی شو کردی انا دوستان عزیز حقیقتا دا ایرا ببینید چقدر تربیت خوب مزه‌اش چقدر سوزای ایرا بی چه نیمه میشه اومدگی اینا بچه‌ی وحدت اومدگی این اینجا دوز ایشون میتیم اومدگی هم برای تربیت خرید میبرن اینجا دوشنبه هم اینجا بسیار خوبه این کدام نمودی تربوزای ایرا گیبرید میگن نگاه کنید بارداران عزیز الحمدلله بهترین تربوز بودای بهترین پلک این حوز میریم مهمونا خاطر صحبت بکنیم یک جانه بلکه اینجا اونجا دو جا با خربوزه هم داریم ما برای برادران اینا 1 هکتار دیگه خربوزه دارن حوز با وقت شما میریم برای شما نشون میدیم خلاص گپ اوپل قطعی ماترال قطعی ماشین قطعی ای چند دونه بالا گرفتن بتونن نکا 10 تا 20 تا مثال لوبای بیان مردم فرخور مسکوش که لوبای جو بین با توفا داره با یک تدتاش ان شاء الله پدرکه میدوزن میرن ان شاء الله 5 6 تا سکیتکا میکنیم سر 800 تا 5 6 تا با درجه چند قیمتونی بخه با راه دام برای درون ماشین جداگانه میپرتوین اینا چیت میفره باردونه با هم خاطر نوارا تماشا کنین یا لایک کامنت را دریغ ندارین اگر کسی لایکش پراسموتر بسیار بگیرد اینم خیلی 5 تا پدرکش میکنیم دستافکش قطع میبریم ای تربوزی پلک یکای نسیم جان و بهادر جان فرخاری سخرین چی که تو دارم سرون عزیز اینا تربوز نگاه که گرفته برده چه هی اینا بچهای وحدت اومدگیان اینا دو در عزیزم گرفتن پرونه که تربوزی خوب پلکی بنهایت کلونه ای همیجا رفتگی اینا تا پایونه این یک پلکای برادران عزیز با بدایی باشه اینا کپایی که خیمه کی زدگی در اونجا باز یک پلک دیگه دو پلک کلون در همیجا هست که تربوزش ان شاء الله تمام پرابلم نیست ایجاد ببینید چخیر تربوز در گرمیان وایرون شده سای نرخش نرخ خوبه با گپ زنین ان شاء الله ارزان تر میکنن همین تربوزا را پدرکه دادن برای خونه بردن ای پلکشون این همین پلک اینا بچهای وحدت اومدگی برادران عزیز حاضر برای شما گپ میزنیم تربوزای بار کردگی را انا نگاه کنید ایرا ببینید خیلی اختو برکشون تیا جای بچید دوستان عزیز دویم پلک ما پاگیزه خربوزه اکا عزیز چند هکتار داشته دیگه خربوزه 1 هکتار خربوزه هاج میداریم کو کدام نمود خربوزه چقدر کلون داره اینا بیام باردارون عزیز تماشا کنیم اول کو خیرشه موضوع شما میگردونه که نگاه کنید خیلی خربوزه را واقعا نگاه بینش همین چیز بین هر خرابی کلون ایده نگاه بینش و اینه با هم خاطر یا شنیگه کنین نه دخترسن یا شما لو استاد میکنن یا نه استاد میکنن که اوز با دخترن ببینید با این کدوم نمودی خربوزه چه میگم سوپ ساز میشه همون کوچه این همه کوچه میشه سوپ ساز شیرین اینا در درونش نگاه کن خربوزه رو ببینید با جوش دیگه نگاه روچو میپشونم که زرد نشوه نگاه کنین در یک دو چند دونه خربوزه های 1 تا 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا اینا یک گویده دا 5 فرزان اینا جایی که خربوزه گفتیم اومدیم
برای شما نوار کردیم نشون دادیم در گرمیای 35-40 گرادوس فرخور کدومی که در کارای حاجی نمرای اکرم میمونین زنگ زنین قچون دگوار کنین بیاین بینین در کار شما شابلون هم میمونین تکنیکا هم تشکیل میکنن رویتون میکنه خیر عزیز اکا جمشید جان میگن السلام علیکم اکا بیا دست مبارک تبگیریم کورچه را به رحم دستری پلا اینا نگاه کنین جای بهترین خدا برکت شما این اکا نسیم جان اکا هم مشتاقن ابد درن همه هوای تازه اجرا سویج وازدخ میگن خربزه روی اینا اومدگی همه جای بچهای کسی که میگیرن اینجا میاد راحت میکنه تماشا میکنه اینجا دوستان عزیز اینا پلاک اینجا دا پول خوردنش میپول اینا ها اکا نسیم جان ابد تشکیل میکنی اینجا دک پک داری اگون جز بس کنن اخی ماشاءالله اینا دیم شکشی میگه که دستر همین پلاک عجایبات ایده خوز همین در خونه باشه یک شو مجبور میتونه درجه قطره مونده آدم که اینا بخروق اینا تربوز خیر خربز خرید که وایما میکنین همینجا بیاین 10 تا میخرین 20 تا میخرین ان شاء الله که نه همین نمیشه نخریم خونه بریم سری پلاک اکای نسیم جان اکای با حضور ده هستیم بهترین جا و ان شاء الله این اکای جمشید جان معلم همه برادرام جدن خداوند برکت شما اکای عزیز من رقم تلفن چنده برای برادرایی که همراهتون سی از برای شابلون چند قدر اویدی تربوز معلومات گرفتن که هر روزا کار میکنین شوام در همجای لوبای وقت یافتتون میتونن چند اینو میرو 946 40 90 زنگ بزنین اکای بهادر جان اکای نسیم جان این هم 6 کیلو تو 20 کیلو هاش هم میوه نه اگر تی یگون تجربه اردونسر مایده هم هستی مایده و دیگه میوه ها برای کی وجه چینکای دیگر میشه رو با مایده میره روزی هم میوه میتیمش مایده شون یعنی دوستان عزیز چی نمو تربوزی که معقول تونه زنگ بزنین قچون دگوار میکنین ان شاء الله لوبای نمو چه میوان میتند پلاک کلونه جایی که نباشه با اینا دسته برادرای یک جایش دیگه پلاک دارن یک دیگرش خط جمع میکنن 10000 5000 چی خرید باشه با تربوزشون جواب میگن برای نه سرخش مزهش همش ان شاء الله میچینن میتونن میرن در حقشون دعا میشین خداوند یارو مددگارتون تمام مردم تاجیکستان یک لایک کامنت را درک ندارین اوید مهنت های مردم زحمتکش فرخو